الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. با شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های تجلی اخلاق اسلامی در قرآن از مدینه منوره در جوار حرم امن الهی مسجد النبی. در قسمت قبلی اگر به خاطر داشته باشید درباره توکل با هم صحبت کردیم و این صفت بالا و زیبا و اون صفتی که صاحب این شهر رسول الله صلی الله علیه و سلم به اون مزین بود و یکی از صفات مبارکش متوکل بود و اشاره کردیم که توکل به معنای اعتماد کامل بر الله است و قطع تعلق قلبی با اسباب، استفاده از اسباب به همراه توکل کامل، اعتماد کامل بر الله تعالی. و اشاره کردیم گذرا به بعضی از آیات و بعضی از وقایع تاریخی که ما رو در فهم معنای توکل حقیقی و راستین کمک میکنن و این که توکل سرمایه است که اگر نصیب انسان شد یقینا زندگی و آخرت انسان رو متحول خواهد کرد. درباره فواید توکل قول داده بودیم که انشاءالله در این قسمت با هم صحبت بکنیم. اولین صفتی که نصیب یک انسان متوکل خواهد شد اینه که الله تعالی او رو دوست داره. الله تعالی در سوره مبارکه آل عمران فرمود فاذا عزمت فتوکل علی الله. وقتی که عزم خودت رو جزم کردی، میخوای یک کاری رو انجام بدی، تصمیم گرفتی این کار رو بکنی، توکل علی الله، اعتماد بکن به الله، اعتماد بکن به گفته های الله، اعتماد بکن به قدرت الله، اعتماد بکن به آن چیزی که نزد الله است. الله کسانی رو که به اون توکل میکنن، به او اعتماد میکنن دوست داره. انسان محبوب الله میشه. و چرا دوست نداشته باشه الله بنده ای رو که به او اعتماد کرده، بنده ای رو که دل داده به اون، بنده ای که به تمام صفات اون دل بسته و خودش رو سپرده به الله. وقتی که الله تعالی بنده ای رو دوست داشته باشه، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود اذا احب الله عبدا نادى جبریل. وقتی که الله کسی رو دوست داشته باشه، حضرت جبرئیل علیه السلام بزرگترین فرشته خودش رو، همون فرشته‌ای که در این شهر بارها اومد و رفت، همون فرشته‌ای که در این مسجدی که پشت سر بنده می‌بینید مسجد النبی بارها برای نزول آیات قرآنی، برای سروش پیغام آسمانی به اینجا سفر کرد و آمد و رفت. جبرئیل علیه السلام را الله ندا میکنه که ان الله یحب فلانا فاحببه. من الله فلانی رو دوست دارم، او رو دوست داشته باش. اسم این شخص پیش الله گرفته میشه، اسم این شخص رو الله پیش فرشتگانش میگیره، فلانی فرزند فلانی، من فلانی فرزند فلانی رو دوست دارم. جبرئیل امین علیه السلام این خطاب بهش میرسه فیحبه جبرئیل. جبرئیل علیه السلام هم اون رو دوست میداره. فینادی جبرئیل فی اهل السماء. اون موقع حضرت جبرئیل علیه السلام میره در اهل آسمان، بین فرشتگان آسمان ندا میکنه که ان الله یحب فلانا فاحبوه. الله فلانی فلانی رو دوست داره، الله فلان شخص رو دوست داره. اسم شما رو میگیرن، اسم متوکل رو میگیرن، هر کسی که به این صفت مزین شده باشه. فاحبوه، اینو دوست بدارید، او رو دوست داشته باشید. فرشتگان آسمان هم اون رو دوست میدارن. فیحبه اهل السماء، اون موقع اهل آسمان هم اون رو دوست میدارن. ثم یوضع له القبول فی الارض. سپس مقبولیت قرار میگیره، مورد مقبولیت قرار میگیره روی زمین. اهل زمین هم بهش محبت میکنن، از مسلمین مخلصین، قاطبه عموم مسلمین اون رو دوست میدارن. و چه بسا که محبتش در قلب کفار هم میافته.
همونجوری که رسول الله صلی الله علیه و سلم رو کفار هم دوست داشتن، مشرکین اهل مکه بهش اعتماد داشتن، اون رو دوست داشتن. این که به خاطر یک سری مصالح مادی و یک سری مصالح اجتماعی نپذیرفتن دعوتش رو، بحث دیگری است. این روایت رو امام بخاری از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل میکنه. اولین صفت اینه که انسان محبوب میشه پیش الله. وقتی که انسان محبوب شد نزد الله، وقتی الله تو رو دوست داشته باشه، وقتی الله من و شما رو دوست داشته باشه، اون موقع دیگه چی میخوایم؟ وقتی انسان محبوب الله، وقتی خالق عالم، آقای عالم، وقتی سردار عالم، وقتی مالک عالم، مالک الملک انسان رو دوست داشته باشه، وقتی کسی انسان رو دوست داره که تمام خزانه های آسمان و زمین، تمام گنج های آسمان و زمین، تمام قدرت عالم، تمام علم موجود در کائنات در قبضه اونه، انسان چی میخواد بیشتر از این؟ وقتی الله انسان رو دوست داره، وقتی پادشاه انسان رو دوست داشته باشه، انقدر چقدر انسان خوشحال میشه. فلانی منو دوست داره، من پارتیم کلفته، من فلانی رو دارم، فلان وزیر باش دوست باشه، رفیق باشه و بهش بگه من دوستت دارم. اگر پادشاهی در یک جمع اعلام بکنه من فلانی فرزند فلانی رو دوست دارم، چقدر انسان به خودش میباله و از خوشحالی اون لحظه اون صدا رو، اون تصویر رو ضبط میکنه، یادگاری برای خودش نگه می‌داره، سالهای سال به نامش افتخار میکنه، به اون لحظه افتخار میکنه و چقدر امیدوار میشه، چقدر از دغدغه‌های فکریش برطرف میشه. اگه مشکلی بهش پیش بیاد میگه من یه زنگ میزنم فلانی منو دوست داره، فلانی حرف منو رد نمیکنه، فلانی منو تحویل میگیره، مشکل من حل میکنه، پول داره، مال داره، ثروت داره، قدرت داره، هر مشکلی که برای من پیش بیاد من بهش زنگ میزنم، تماس میگیرم، کافیه یه پیام بهش بدم. وقتی الله تعالی بنده رو دوست داشته باشه با او چه معامله خواهد کرد؟ چه معامله میکنه وقتی الله تعالی بنده رو دوست داشته باشه؟ هر چیزی که الله از اون بخواد، هر چیزی که بنده از الله بخواد به او خواهد داد، چون هر چیزی که الله از بنده خواسته انجام داده. یکی از ثمرات توکل اینه که انسان محبوب میشه. کسانی که دوست دارن محبوب بشن، کسانی که دوست دارن دور و برای اونا رو دوست داشته باشن، فراموش نکنن که اعتماد بکنن به کسی که شایسته اعتماد کردنه، به خودشون رو بسپارن به اون، به کسی که بر اون توکل میکنن، متوکلین. و علی الله فلیتوکل المتوکلون، بر الله توکل میکنن متوکلین، کسانی که میخوان توکل بکنن، به غیر الله توکل نمیکنن. دومین صفتی که از ثمرات توکل در دنیاست اینه که انسان با توکل بر بسیاری از مشکلات فائق میاد. انسان با توکل بر دشمنان خودش پیروز میشه. انسان با توکل میتونه بسیاری از دغدغه‌های ذهنی و فکری خودش رو از بین ببره. انسان با توکل میتونه که بر دشمنان خودش غلبه بکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم و یارانشون وقتی در این شهر در مدینه منوره به جنگی رفتند، در دامنه احد، جنگی نابرابر، رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از جنگ احد و یاران تصمیم گرفتن در غزوه حمراء الاسد دوباره شرکت بکنن برای فراری دادن مشرکین مکه. یه عده اومدن و مسلمین در مکه در مدینه در این شهر گفتن الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. مردم جمع شدن، دوباره مشرکین مکه قصد داشتن دوباره حمله بکنن، میخواستن دوباره به مدینه حمله بکنن و به خیال زعم باطل خودشون این دفعه ریشه‌کن بکنن مسلمین رو در این شهر مدینه منوره. اما وقتی خبر رسید به مسلمین که ان الناس قد جمعوا لكم، مردم همه جمع شدن میخوان به شما حمله بکنن، فخشوهم، بترسید، اینها نیرو دارن، اینها قدرت دارن، اینها شمشیر دارن، اینها سلاح دارن، اینها بیشتر از شما هستن. در مقابل شاگردان متوکل صلی الله علیه و سلم، اون کسانی که حق توکل رو یاد گرفته بودن، امثال ابوبکر صدیق در غار یاد گرفته بودن که چطور توکل بکنن، بقیه یاران اونها به جای اینکه بترسن، به جای اینکه مضطرب بشن، به جای اینکه پریشان بشن، به جای اینکه بیان بگن که نه ما نیرومون کمتره، اونها نیروشون بیشتره، ما اینطوری، ما اونطوری، ما اونطوری، ما دیروز ضربه خوردیم، ما دیروز 70 تا کشته دادیم، زخمی هستیم، هوا گرمه، مشکلات داریم، سختی ها داریم، ابدا، هرگز. اگر نزد اونها چیزی نبود، نزد الله خزانه های آسمان و زمینه و اعتماد داشتن به این، به آنچه نزد الله است. فخشوهم، بترسید از اونها در جواب گفتن فزادهم ایمانا. این جز این که ایمان اونها رو زیاد بکنه، این جز این که بر اعتقاد و باور اونها بیشتر بیافزایه، چیز دیگری نداشت. و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، برای ما الله کافیه، الله برای ما بسه، مگر غیر از اینه که آقای عالم، مگر غیر از اینه که الله مالک الملک، تمام قدرت های عالم به دست الله است. حسبنا الله و نعم الوکیل، و چه وکیل خوبیه.
چه مرجع خوبیه برای اینکه انسان به اون اعتماد بکنه، انسان کار خودش رو به او بسپاره، انسان خودش رو حواله بکنه به قدرتش، حواله بکنه به علمش، حواله بکنه به سمتیاری و نصرتش، به صفاتش، به ذاتش. اینکه انسان رو خودش رو در پناه الله قرار بده. فانقلبوا بنعمت من الله و فضل. نتیجه چی بود؟ حرکت کردن، رفتن. فانقلبوا بنعمت من الله و فضل. با نعمتی از الله و فضل الله، با بخشش الله برگشتن، دست پر برگشتن، پیروز برگشتن. لم یمسسهم سوء. کوچکترین بدی و ناخوشی به اونها نرسید، کوچکترین ضرری به اونها نرسید، هیچ مشکلی رو باش مواجه نشدن. والله ذو فضل عظیم. الله صاحب فضل بزرگ است، الله فضل بسیار زیادی داره. انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءه. شیطان شما رو میترسونه از دوستان خودش، از یاران خودش، از لشکریان خودش. فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین. از اونها نترسید، از الله. الله میفرماید از من بترسید اگر شما مؤمنان واقعی هستید. شما باید از من بترسید که اختیار ذره ذره عالم به دست منه. از کوچکترین ذرات عالم 10 به توان منفی n هر چی میخواید بگذارید روش، تا بزرگترین کهکشان‌های روی زمین، کهکشان‌های عالم در کائنات، اینها همه به دست الله است، اختیارش به دست الله است. اونها برگشتن بدون اینکه هیچ مشکلی سراغ اونها بیاد، بدون اینکه دچار هیچ مشکلی بشن. این هم یکی از ثمرات توکل در دنیا که انسان بر دشمنان خودش، بر تهدیدات پیروز میشه با این صفت، با توکل. یکی دیگر از صفاتی که توکل نصیب انسان میکنه، برکت در رزق و روزی انسانه. الله تعالی در سوره مبارکه طلاق آیه 3 فرمود و من یتوکل علی الله فهو حسبه. هر کسی که بر الله توکل بکنه الله براش کافیه در تمام امور زندگیش. من جمله یکی از اونها همین مسئله است، دغدغه‌ای که بسیار از انسان‌های روی زمین دارن، بحث رزق و روزی. متاسفانه توکل در این بحث بسیار ضعیف شده و بسیار کم شده. ما برای توجیه کار خودمون، برای دست یافتن به بسیاری از خواسته های ماده خودمون، بسیاری از قوانین الهی رو نادیده میگیریم، بسیاری از دستورات خدا رو زیر پا میگذاریم به این بهانه که بعد رزق بیاریم برای خانواده خودمون، برای فرزندان خودمون، در حالی که خزائن رزق آسمان و زمین به دست الله تعالی است. و اگر ما توکل بکنیم آن گونه که شایسته توکل الله تعالی است، یقینا به ما رزق خواهد داد. رسول الله صلی الله علیه و سلم بنا به روایتی که امام ترمذی روایت صحیحی که نقل کرده از عمر رضی الله عنه فرمود لو انکم تتوکلون علی الله حق توکل. اگر اون گونه‌ای که شما، اون گونه‌ای که باید توکل بکنید به الله، حق توکلش رو ادا بکنید، لرزقکم کما یرزق الطیر. همونجوری که پرنده ها رو رزق میده شما رو هم رزق خواهد داد. تغدو خماسا و تروح بطانا. صبح یک گنجشک، یک کلاغ، یک کبوتر وقتی از دونه خودش خارج میشه میره گرسنه، شکم خالی، هیچ خزانه‌ای هم نداشته، هیچ مخزنی هم نداره برای خودش که اونجا بخواد چیزی رو برای خودش انبار بکنه، انبار مواد غذایی نداره، شکم خالی میره با توکل به الله، میره میگرده، میره و شب با شکم سیر برمیگرده. اگر ما توکل رو اون گونه‌ای که باید داشته باشیم انجام بدیم، الله تعالی ما رو رزق خواهد داد. الیس الله بکاف عبده. آیا الله برای بنده خودش کافی نیست؟ آیا بنده همین که خودش رو به الله سپرده و امید داره که الله رزق و روزی این رو حل بکنه همین کافی نیست؟ همین که الله ضمانت کرده همین جمله آیا کافی نیست؟ و من یتوکل علی الله فهو حسبه. همین قول خداوند، این ضمانت، بیشتر از این ضمانت کی میتونه پیدا بکنه؟ وقتی پادشاهی برای ما یک جای امضا بکنه، کاغذی رو، سندی رو که من رزق تو رو هر چقدر خرج تو شد من میدم، انسان دیگه خیالش جمعه. وقتی الله تعالی ضمانت کرده، وقتی ضمانت کرده در قرآنش، اینا آیات قرآنی هستند، انکار هر کدوم از اینا کفره. بعد بشینیم درباره اینا فکر بکنیم، تفکر بکنیم، تعقل بکنیم، تجدید بکنیم اعتقاد خودمون، باور خودمون، اعتماد خودمون رو به الله تعالی. اینها مسائل بسیار مهمی است که الله تعالی ضمانت کرده رزق ما رو از مسیر حلال. وقتی ما حرکت بکنیم و توکل بکنیم به الله، مانند اون پروانه، مانند اون کبوتر، مانند هر پرنده‌ای، مانند هر چرنده‌ای، خزنده‌ای، هر موجودی که در عالم وجود داره. داستانی از حاتم الاسم، یکی از علمای قرن سوم، در این باره نقل شده. داستان زیبایی است. با ما باشید با شنیدن این داستان بعد از یک میان.
بك أستجير بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك دنياي غرتني وعفوك غرني ما حيلتي في هذه أو ذاك لو أن قلبي شك لم يك مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك دنياي غرتني وعفوك غرني ما حيلتي في هذه أو ذاك لو أن قلبي شك لم يك مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمی بحماک. با عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، مهربانان و خوبانی که تا این لحظه از برنامه با ما بودید. یکی از علمای قرن سوم به اسم حاتم الاسم انسان عابد و زاهدی بود که قصد سفر حج کرد. وقتی میدید عده‌ای دور بر همه دارن قصد میکنن برای حج بیت الله الحرام، هوس کرد. انسان مخلصی بود، انسان عابدی بود. این تمنا در دلش پیدا شد که بره و خانه کعبه رو زیارت بکنه، حج بیت الله الحرام رو انجام بده. عده‌ای از دوستانش بهش گفتن تو انسانی هستی که زیاد وضعیت مالی خوبی نداری، کجا میخوای بری؟ خانواده خودت رو چیکار میکنی؟ خرج اینها رو از کجا در میاری؟ آمد و خانه با اهل خانه مشورت کرد. این شخص دختر متقی داشت، دختر پرهیزکاری داشت، دختر مخلصی داشت، دختر متوکلی داشت. این شخص وقتی با اهل خانه مشورت میکرد، این دختر روی پدر کرد و گفت بابا شما رزق ما رو نمیدی، رزق ما اختیارش به دست شما نیست، الله که رازق ماست. شما توکل کن به الله و این عبادت رو شروع بکن، شما در این مسیر گام بردار، الله تعالی ما رو تنها نخواهد گذاشت. بابا از این صحبت فرزند بسیار خوشحال شد، حرکت کرد، بار سفر بست به سمت بیت الله الحرام و حرکت کرد. در مسیر با حجاج همراه شد. چند مدت گذشت، مقدار آذوقه توشه اندکی که توی خونه داشتن به پایان رسید، تموم شد. خواهران، دوربری‌ها، مادر رفتن و ملامت کردن این دختر رو. اون کسی که پیشنهاد داده بود به پدر و این حرف‌ها رو زده بود که تو باعث شدی این مشکلات برای ما پیش بیاد. اون دختر، اون انسان مخلص، اون انسان متقی، اون انسان پرهیزکار متوکل رفت و شروع کرد به نماز خواندن و دست بلند کرد، دست به دعا بلند کرد. گفت یا الله، بار به نعمتهای خودت عادت دادی، یا الله ما رو عادت دادی به رزقی که برای ما فرستادی، ما رو عادت دادی با مغفرت خودت، با رحمت خودت، با فضل خودت. خدایا من رو پیش بندگان خودت رو سیاه نگردون. از اون طرف امیر شهر، حاکم شهر در خیابانها در حال گشت و گذار بود. وقتی به دم در خانه حاتم الاسم رسید، به یک باره احساس تشنگی کرد، نیاز به آب پیدا کرد. گفت برای من آب پیدا بکنید، از هر خونه که نزدیکترین خونه کس برید برای من یک آب خنک بیارید من برام بخورم. رفتن اونجا نزدیکترین خونه که بود حاتم الاسم، در خونه رو زدن.
و آب طلب کردن. اهل خونه وقتی خبر شدن که حاکم شهر اومده و آبی میخواد، ظرف مرتبتر و تمیزتری رو من باب اکرام ضیف، نه از روی تملق و چاپلوسی، به خاطر اینکه احترام بکنن به میهمان خودشون، رفتن و ظرف تمیزتری رو پیدا کردن و داخلش آب ریختن و آوردن و دادن. وقتی که حاکم شهر این آب رو استفاده کرد، گفت این خونه مال کیه؟ گفتن مال حاتم اصم. گفت حاتم اصم همون عابد، همون زاهد؟ گفت بله. گفتن بله. گفت بهش بگید بیاد دم در، من یک سلامی باش بکنم، عرض ادبی باش بکنم. گفتن رفته به حج. گفت اهل و عیالش چطور میشن اینجا؟ کسی رو دارن؟ گفتن نه، اینا رو به الله سپرده و رفته. گفت پس بر من واجبه که من خودم و ما بیایم و در غیاب حاتم الاصم از خانواده اون خبر بگیریم و اون رسیدگی بکنیم. دست کرد به کیسه خودش و کیسه ای از طلا رو برداشت و به سمت خانه انداخت، چون کسی بیرون نمی اومد، خانواده همه داخل بودن. و رو به اطرافیان خودش کرد و گفت، و بلکه الله تعالی به زبون اون انداخت که بگه هر کسی که من رو دوست داره کاری رو که من انجام دادم اونها هم انجام بدن. دور بریایش رو هر کدوم یک کیسه از در آوردن از جیب خودشون و اونها هم پرت کردن به سمت خانه اصم. مقدار بسیار زیادی از طلا جمع آوری شد. اونها خانواده بسیار خوشحال شدن، این جمع کردن این مال رو، این طلا رو و بردن و رفتن داخل. دختر هنوز مشغول عبادت، مشغول زاری و مشغول گریه است. رفتم و گفتن بیا که ما ثروتمندترین خانواده شهر شدیم امروز، انقدر برای ما از این طلاها ریختن دی. اون دختر رو کرد و گفت وقتی یک بنده یک نظر به ما انداخت، انقدر مشکلات ما حل شد. وقتی الله تعالی مالک عالم یک نظر به ما بیاندازه، چقدر تغییر خواهد کرد زندگی ما. این دختر، این انسان، این حق توکل رو فهمیده، این معنای تقوا رو فهمیده. این گدایی نیست، این نعمتایی که خداوند میده. مگر کسانی که به مال و ثروت میرسن، مگر کسانی که به دارایی میرسن، به یک لحظه، به یک باره، با یک تجارت مفید، با یک فرصت بادآورده، اینها هم از کجا میارن؟ اینها هم الله میده. این هم یک فرصت مانند اون فرصت ها. این فرصتی بود مانند اون فرصت ها. کسانی که توکل بکنن به الله، حق توکل الله رو انجام بدن، اون گونه‌ای که باید اعتماد کامل داشته باشن بر الله، محاله که الله اونها رو تنها بگذاره. وقتی الله کفار رو رزق میده، وقتی الله به دشمنان خودش رزق میده، چطور به دوستان خودش که به تمام صفات اون اعتماد دارن و ایمان دارن و باور دارن و به ذاتش اعتماد کردن تنها خواهد گذاشت. اما این رو میطلبه که انسان از خودش نشون بده، این رو میطلبه که انسان ثابت بکنه که اعتماد داره بهش، در آزمایشات پاپس نکشه. اینجوری نباشه که به تعبیر آیه 11 سوره مبارکه حج، و من الناس من یعبد الله علی حرف فإن اصابه خیر اطمأن به. عده‌ای از انسان‌ها الله رو برای گوشه کنارها تو حاشیه‌ها عبادت میکنن. حاشیه زندگیشون مهم نیست، یه گوشه کناری در کناری که کارهای دیگه‌شون انجام میدن، عبادت رو هم جزء امور حاشیه‌ای قرار دادن. اگر بهشون نیکی برسه خوب ادامه میدن. اگر فإن اصابه فتنة انقلب علی وجهه، اگر دچار مصیبتی شد، دچار بلایی شد، دچار سختی شد، روی برمیگردن میرن دنبال کار زندگیشون. خسر الدنیا و الاخره ذلک هو الخسران المبین. اینها دنیا و آخرت رو از دست دادن، اینها ضرر کردن، اینها زیان دیدگان واقعی ان. کسانی که هر وقت کیفشون کوک، دماغشون چاقه، سفرهشون گرم رنگینه، خدا رو عبادت میکنن، تشکر میکنن، همین که مشکلی پیش اومد، همین که مصیبتی پیش اومد، زمین و زمان رو به هم میچسبونن، هر چه دهنشون در بیاد به خدا و رسول و به دین و به نبوت و به همه چی میگن، منکر همه چی میشن. این گونه نباشه. انسان توکل بکنه، اعتماد بکنه، ولو اینکه مشکلی بیاد، ولو اینکه در سختی ها تا آخرین لحظه بعد ثابت بکنه. تا آخرین لحظه حضرت موسی علیه السلام وقتی از طرف دشمنان محاصره شد چی گفت؟ کلا ان معی ربی سیهدین. الله من با منو یاری خواهد کرد. شروع نکرد به توهین کردن، شد شک نکرد به قدرت الله. رسول الله صلی الله علیه و سلم در غار وقتی مشرکین رسیدن تا دم غار، وقتی که می‌خواستن نگاه بکنن شک نکرد به قدرت الله. لا تحزن ان الله معنا، هرگز ناراحت نباشه بکر، الله با ماست. این معنای واقعی توکله، از صمیم قلب، از معنا، از درون عمق وجود انسان خارج میشه این معنا و بسیاری از این معانی دیگه. حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی فرزند خودش اسماعیل علیه السلام و همسر مبارکش هاجر علیه السلام را آورد در بیابان مکه گذاشت و رفت توکل کرد به الله تعالی. مکه اگر امروز مکه است، از همون توکل، از همون صبر، از همون مجاهدات. زمزم یادگار اون توکله که الله تعالی اون رو جوشوند. آب یک چشمه‌ای که شفا است برای بسیاری از مریضی ها و تا به امروز بهترین آب روی زمین، ثمره‌ای از ثمرات توکل بود. و یکی دیگر از
ثمرات بسیار مهم توکل در دنیا اینه که به انسان احساس رضایت دست میده، احساس رضایت نسبت به الله، احساس رضایت نسبت به خالقش. این معنا رو بسیار کم در عالم کسانی بودن که درک کردن و کاش من و امثال من هم به این معنا میرسیدیم، به این لذت میرسیدیم. لذت رضایت، لذت چشیدن طعم واقعی محبت الله. انسان هر چیزی رو که الله در مسیر راهش قرار بده دوست داشته باشه. قل لا یصیبنا الا ما کتب الله لنا. بگو ما هیچ چیزی نمیرسه مگر اینکه الله، اون چیزی که الله برای ما میخواد. الله خالق ماست، الله مالک ماست، الله ما رو دوست داره، الله محبوب ماست. اون برای ما تقدیر کرده که من این مصیبت در راه من قرار بگیره، این امتحان در راه من قرار بگیره، من مال داشته باشم یا نداشته باشم، به این چیز برسم یا نرسم. الله دوست داره که من اینجوری باشم. قل لا یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا. آقای ماست، سردار ماست، یاور ماست، محبوب ماست، دوست ماست، یاری کننده ماست. اونه که برای ما اینو پذیرفته. الله میخواد اینجوری باشه، چشم، من اینو میخوام. الله میخواد من اینجوری زندگی بکنم. الله دوست داره من اینجوری راه برم. الله دوست داره من اینو بپوشم. الله دوست داره من اینو بخورم. این معنای توکل. این معنای اون چیزی که انسان میپسنده. این لذت رضایت نسبت به الله. هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون. بندگان توکل میکنن، مؤمنان توکل میکنن به الله. توکل کردن. حضرت یوسف علیه السلام وقتی که در زندان 2 نفر خواب دیدن و از هم زندانی هایی که همراهش بودن و اومدن، یکی گفت من خوابی دیدم که پرندگان میان از روی سر من ظرف غذا برمیدارن و میرن. دومی گفت من خواب دیدم که از انگورها دارم آب میگیرم. و اولی رو تعبیر کرد حضرت یوسف علیه السلام که تو رو دار میزنن و پرندگان میان از سر تو، از غذا، از مغز سر تو میخورن و میرن. و دومی رو فرمود که تو نجات پیدا میکنی، تو میری ساقی دربار پادشاه خواهی شد. و قال للذی ظن انه ناج منهم اذکرنی عند ربک. اون کسی که احساس میکرد حضرت یوسف علیه السلام که این شخص نجات خواهد یافت و نجات هم یافت و ساقی پادشاه خواهد شد، گفت وقتی پیش پادشاه رفتیم منو یاد کن اونجا. یک لحظه اعتماد به غیر، یک لحظه توجه به غیر نزد یوسف علیه السلام، این صفت رو الله تعالی مورد قبول الله تعالی نبود. گرچه در عالم اسباب هیچ اشکالی برای ما نداره، اما برای بزرگان همین رو هم الله تعالی نمیپذیرفت. بسیاری از مفسرین میفرمایند، ادامه آیه فرمود فانساه الشیطان و ذکر ربی. اون شخص رفت آزاد شد، اصلا فراموش کرد. حضرت یوسف فرمود تو برو وقتی پیش پادشاه رفتی بگو یه انسان بیگناهی اونجاست. یه انسان بیگناهی اونجا هست که وقتی پیش پادشاه میشینی سفارش منو بکن، میمونه که بیاد و بررسی بکنه. فانساه الشیطان و ذکر ربی. اون 9 سال فراموش کرد این جریان رو، رفت اصلا یادش رفت. فلبث فی السجن بضع سنین. یوسف علیه السلام 9 سال در زندان موند. 9 سال در زندان موند، اما در این 9 سال هیچ شکایت نکرد. بدونست الله براش اینجوری رقم زده. بسیاری از انبیا، بسیاری از اولیا، چیزی رو که الله برای انسان رقم میزنه، انسان اون رو دوست داشته باشه. انسان چیزی رو بخواد که آقا میخواد، چیزی رو مولاش میخواد، چیزی رو بخواد که خالقش میخواد، هر چون بخواد من قبولم. یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم، آنچه را جانان پسندد. این مهمه که انسان به داده الله راضی باشه، هر چی الله براش بخواد با طیب خاطر، با رضایت کامل. اگر غربت، اگر هجرت، اگر مصیبت، اگر گرسنگی، اگر تشنگی، اگر خستگی، اگر زندان، هر چیزی که الله تعالی براش رقم زده و میدونه اینها رو همه الله براش رقم زده و الله بیشتر از هر کسی او رو دوست داره. کسانی که دل دادن به یک انسانی روی زمین شاید این چیزها رو بیشتر درک کنن. وقتی کسی شیفته یک شخصی میشه، یک انسانی میشه و به اصطلاح امروزی عاشق میشه بهش و عاشق برای معشوق خودش، معشوق برای عاشق خودش، هر چی به پسنده عاشق نمیگه. هر چیزی که اون بگه، هر چیزی که اون بخواد، هر چیزی که اون بگه من میپوشم، هر چیزی که اون بخواد من انجام میدم. ثمره رضایت نسبت به داده های الله، نسبت به خواسته های الله با توکل حاصل میشه. انسان در زندگی خودش به این آرامش درونی میرسه، ولو اینکه در قعر چاه باشه. کسانی که به توکل رسیدن بهشتی دارن در درون قلب خودشون. اینها بهشت خودشون همه جا با خودشون حمل میکنن، ولو اینکه اینها
در داخل سیاهچالی هم باشن آرامن، لذت میبرن. فرقی نمیکنه در کاخی باشن یا در کوخی زندگی بکنن، هر جا باشن بهشت خودشون رو با خودشون میبرن. بهشت اینها در قلب اینهاست. و شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه چه زیبا فرمود که در دنیا بهشتی است که اگر کسی وارد این بهشت نشد، محاله که در بهشت قیامت وارد بشه. و اون بهشت رضایت نسبت به الله است، بهشت عبادت الله است، بهشت محبت الله است، بهشت بندگی و تقوای نسبت به الله است. این یکی از مهمترین فواید و ثمرات توکله که انسان نسبت به داده های خدا راضی باشه. هرچی الله داد اعلان رضایت بکنه از الله، راضی باشه به خواسته الله خودش، راضی باشه به رضای مولای خودش، ناشکری نکنه، کفران نعمت نکنه، شکرگزار باشه و ناسپاس نباشه. امیدوارم که الله تعالی به من و شما عزیزان توفیق توکل صحیح رو عطا بفرماید و ما رو از چشمه رضایت خودش بچشاند و در این گلستان داخل بکنه تا ما هم راضی باشیم به رضای او و داده های او و خواسته های او و بنده خوبی باشیم براش. از اینکه تا این لحظه از برنامه همراه ما بودید بسیار سپاسگزارم، متشکرم و امیدوارم انشاءالله همچنان ما رو یاری بفرمایید در این مسیر در برنامه های بعدی. همه شما عزیزان و خوبان رو از مدینه منوره در جوار حرم رسول الله صلی الله علیه و سلم به الله تعالی میسپارم. خداوند یار و نگهدار شما بود.